سخنان ماندگار و حکیمانه از امیرکبیر بزرگ. میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمان وزارتش جملاتی بسیار زیبا و حکیمانه گفته است. معروف است که وی از نظر شخصیتی مصداق تعبیر زیبای سعدی روستازاده دانشمند بود. به جملاتش توجه کنیم. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. جایی که مردم بیدین شدند یعنی مبلغان دینی فاسدند. جایی که مردم مدام بیمار می شوند یعنی پزشکانش برای پول کار می کنند. جایی که رسانه ها تحت اختیار دولتند یعنی مسئولین دروغگو هستند. جایی که تعداد پلیسش زیاد است یعنی امنیتش کم است. جایی که به مرده ها متوسل می شوند یعنی از دست زنده ها کاری ساخته نیست. جایی که چاپلوسی زیاد است یعنی احمق ها مسئولند. جایی که پینه پیشانی با ارزش است یعنی پینه دست بی ارزش است. جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیادند. یا سخنی داشته باش دلپذیر، یا دلی داشته باش سخن پذیر. کسی که ندای درونی خود را می شنود نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمیپذیرد، بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد. به غیر از خدا به هر آنچه امید داشته باشی، خدا از همان چیز ناامیدت می کند. دوران افول و عقب ماندگی ملت‌ها زمانی شروع شد که جای اندیشیدن را تقلید، جای تلاش و کوشش را دعا، جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت و جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت. هیچ جامعه‌ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد. مسئول نادانی ملت‌ها ما هستیم. اگر ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم، جاهلان بساطشان را جمع کرده بودند. از امیرکبیر پرسیدند در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هر چی دزده پاک کردی؟ گفت من خودم دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند. آن هم از این که من نمی گذاشتم او دزدی کند، نمی گذاشت معاونش دزدی کند و تا آخر همینطور. اگر من دزدی می کردم تا آخر دزدی می کردم و کشور می شد دزدخانه. همه هم دنبال دزد می گشتیم و چون هممون دزد بودیم هیچ دزدی هم محکوم نمی کردیم. مردم هم گیج و ویج می شدن. اگر نیت 1 ساله دارید گندم بکارید. اگر نیت 10 ساله دارید درخت بکارید. و اگر نیت 100 ساله دارید انسان تربیت کنید.
این خیانت به ملت و کشور است که آنچه را که میتوان در کشور تولید کرد مورد استفاده قرار نداد و از بیرون آورد. من ابتدا فکر می کردم که مملکت وزیر دانا می خواهد و مدتی بعد به این نتیجه رسیدم که مملکت شاه دانا می خواهد. اما اکنون می فهمم که مملکت ملت دانا می خواهد. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر نخستین صدر اعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود. او یکی از مردان بزرگ ایران بود که تلاش می‌کرد ایران را از بریز و بپاش درباریان قاجار نجات دهد. او خدمات بزرگی را در دوران خود انجام داد. امیرکبیر همسر عزت دوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار بود. او پدر بزرگ ششمین سلطان قاجار محمد علی شاه نیز به شمار می رود. از مهمترین اقدامات امیرکبیر تأسیس دارالفنون بود که پس از تلاش‌های بسیار در 5 ربیع الاول 1268 و فقط 13 روز قبل از قتل امیرکبیر افتتاح شد. استدلال او این بود که به جای اینکه دولت ایران 20 نفر محصل به اروپا بفرستد، با این بودجه چند معلم از اروپا به ایران بیاورد و 200 محصل تربیت نماید. امیرکبیر پس از اینکه با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید. پیکر امیرکبیر را برای اینکه ایرانیان در آینده وی را فراموش کنند به خارج از ایران برده در کربلا به خاک سپردند. امیرکبیر یک چهره ماندگار در تاریخ ایران است و تاریخ هرگز او را فراموش نخواهد کرد. تاریخ تولد 9 ژانویه 1807 حضاوی ایران. تاریخ وفات 10 ژانویه 1852 باغ فین، کاشان ایران. روحش جاویدان. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان.